جنیش رزاقوف معاون نخست وزیر قرقیزستان روز سه‌شنبه 21 ژانویه در یک جلسه پارلمان این کشور گفت تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تبادل و یا عوض کردن دو منطقه نزدی مرزی به توافق رسیدند. این منطقه نزدی مرزی به گفته جنیش رزاقوف منطقه اریک اسی در قشلاق اکسوی بادکن و سمرقندک در دهه سمرقندک می باشد. جنیش رزاقوف علاوه کرد که واخوری نوبتی با گروه کاری تاجیکستان روز 22 ژانویه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود. پیش از این هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 ژانویه در اسفره به سازش رسیده بودند که تا نقشه‌های تبادل قطعه‌های برابر و همسنگ قلمروها را در بین دو دولت آماده و تا 1 مارس امسال به یکدیگر پیشنهاد کنند. در این باره پیشتر جانب قرقیزستان خبر داده بود و هیئت تاجیکستان تا حال گفت و شنیدهای مرزی را شرح نداده است. مقامات قرقیزستان روز 21 ژانویه همچنین خبر دادند که 6 نفر شهروند تاجیکستان را در سر زدن مناقشه‌های مرزی متهم کرده تحت پیگرد قرار دادند. جانب تاجیکستان تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. 2 هفته پیش 4 شهروند قرقیزستان برای اشتراک در نزاع‌های مرزی دستگیر شده بودند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریباً 70 منطقه بحثی و علامت گذاری نشده مرز باقی مانده است. پورا معین نبودن خط مرز باعث شده است که سری چند وقت میان ساکنان منطقه‌های نزدی مرزی برای آب و چراگاه و یا سبب‌های دیگر مناقشه ها سر می‌زند. این مناقشه ها در گذشته چندین کشته بر جای گذاشته است.